پول بخوای قرض بگیری از کی میگیری؟ من واقعا پول قرض نمیگیرم. حالا فرض کن توی موقعیت خیلی بدی گیر کردی پول میخوای، اولین نفر کی به ذهنت میرسه بهش بگی پول بده؟ شاید به هوتن گفتم. اوه، به نظرت واکنش هوتن چیه اگه بهش بگی؟ چقدر اولا به نظر لنگت چقدر میشی؟ ببین من که اصولا چیز نمی‌کنم. حالا همجوری گفته جدی کاری نمی‌کنم که مثلا از این آدمای محتاط. آره محتاطم، یعنی که تا چیز رو اون پول رو نداشته باشم اقدامی واسش نمی‌کنم واسه که چیز کنم، یا نمیگیرم یا چیزی که میخوام یا چیزی که احتیاج دارم یا باید پولشو داشته باشم. فهمیدم. ولی حالا فرض کن گیر کردی یه جا، بعد گروگانت گرفتن اونجوری که خیلی از آدم‌ها بهم کمک میکنن. نه 1,800 ازت میخوان که آزادت کنن. خب 1,600 بری. خب 200 تومن کی میگیری؟ میتونم از هوتن بگیرم. هوتن بهت میده؟ آره. به نظرت؟ آره میده. آره. این زنگ بزنی میگه آره برات میریزم و اینا؟ آره فکر میکنم بتونم ازش بگیرم. اینو ما این حقو برای آقای شکیبا هم قائلیم که بیاد رو خط و بگه میده یا نمیده. آره میده. چجوری درخواست میکنی؟ چون تا حالا درخواست نکردی؟ بله. فرض کن 200 تومن داری بهم بدی. اینجوری میگم. چقدر راحت. آره. یعنی اینقدر با هم صمیمید. ما هم میتونیم به هوتن بگیم هم چیزی رو؟ میتونی تست کنی. تست میکنم. هوتن 200 تومن